سلام دوستان، خوش اومدین به کانال خودتون. علیرضا هستم با یه داستان دیگه در خدمتتونم. اگر داستان یا تجربه ترسناک دارید و دوست دارید از این کانال منتشر بشه، به پیج اینستاگرام ما که در همین کانال هم پیوند شده بفرستید. اگر موافق باشید بریم و داستان امشب رو بشنویم. ناگهان دیدم تهمیش از مابین جمعیت پیدا شد و کنار اسب سامان ایستاد و با لبخند زشتی به هم خیره شد. نفس توی سینم حبس شد و حسابی ترسیده بودم. خودم رو سرزنش می کردم که چرا به این راحتی فریب خوردم. انگار عقلم از دست داده بودم. برای اینکه خودم رو نبازم گفتم شما نمیتونین هیچ بلایی سر من بیارین. اگه جرأت دارین بیاین جلو. سامان نگاهی وحشتناک به هم انداخت و گفت درسته که با وجود ماوی افریت ها نمیتونن بهت نزدیک بشن، اما اگر قبلش من ماوی رو ازت بگیرم چی؟ اونجا بود که به نقشه سامان پی بردم. میخواست با حمله به من ماوی رو از چنگم در بیاره و منو توی چنگال افریت ها گیر بندازه. نگاهی به پشت سرم انداختم و بعد هم به سامان نگاهی انداختم. یا باید برمیگشتم و با تمام توان از اونجا فرار میکردم و یا هم ریسک جنگیدن با سامان رو به جون میخریدم. اگه میتونستم سامان رو گیر بندازم کلی از مشکلات ما حل میشد. افریت ها بدون یک رهبر انسان چیزی نبودن و عقل و درایتی از خودشون نداشتن. جدای از اون هیچ کدوم از افریت ها با وجود ماوی جرأت نزدیک شدن به من را نداشت و فقط سامان بود که میتونست من رو از ماوی جدا کنه. به اطرافم نگاه میکردم و نمیدونستم که باید خودم رو نجات بدم یا اینکه سامان رو هم با خودم از اینجا ببرم. جوان بودم و مغرور و فکر میکردم میتونم در مقابل سامان بایستم و اونو گیر بندازم. ولی روبروی من یک جوان قشقایی ایستاده بود که بدن ورزیدش دست کمی از پهلوان‌ها نداشت. تصمیمم رو گرفتم و نگاهی به آسمون انداختم و توی دلم گفتم فقط امیدم به خودته، خدایا کمکم کن. نگاهی از سر خشم به سامان انداختم و همه اعمالش از جلوی چشمم گذشت. اما الان وقت انتقام نبود و نباید بی فکر عمل می کردم. تصمیمم رو گرفته بودم و الان وقت فرار بود. اطرافم رو نگاه می کردم و چشم انتظار حکیم الدین بودم. ولی نمیتونستم ریسک کنم و منتظر بمونم که شاید پیداش بشه. الان باید جونم رو بر می داشتم و می رفتم. در یک لحظه سر اسبم رو کج کردم و به تاخت رفتم. به خیال خودم داشتم از دستشون فرار می کردم که ناگهان جسم محکمی به کمرم برخورد کرد. از اسب به پایین پرت شدم و روی زمین غلط می خوردم و همه سر و تنم خاکی شده بود. بالاخره از حرکت ایستادم و روی شکم افتاده بودم و ناله می کردم. درد وحشتناکی توی کمرم می پیچید. سر چرخوندم و زیر چشمی سامان رو دیدم. سوار بر اسب بود و به هم نزدیک می شد. در حالی که پوزخندی گوشه لبش جا خوش کرده بود بالای سرم ایستاد و گفت زیاد بهش فکر نکن، من بودم. هیچ وقت تیرم خطا نمیره. این بارم سنگم خطا نرفت. مردک بی صفت منو با سنگ زده بود. به سختی خودمو جمع جور کردم و روی دو زانو نشستم. ماوی داشت به همون نزدیک می شد. دستم به کمرم بود و چهرم توی هم بود. قبل از اینکه حرفی بزنم سامان گفت اسبت رو ازت قرض میگیرم و تو رو با دوستات تنها میذارم. اشاره‌ای به جنهایی که همراهش بودن کرد و بعد با یه لبخند افسار ماوی رو کشید و به سرعت از اونجا دور شد. با اینکه ماوی سعی میکرد خودش رو از دست سامان خلاص کنه اما ناتوان مونده بود و به ناچار همراهش حرکت میکرد. اولش انتظار داشتم ماوی برگرده، اما بعد به خودم گفتم چه انتظاری از ماوی داری؟ شاید کمی باهوشتر از اسبهای دیگه باشه. اون فقط یه اسبه.
به سختی از جام بلند شدم و لنگ لنگان کمی به دنبال سامان دویدم، ولی حسابی ازم دور شده بود و در حاله ای از تاریکی فرو رفت. صداهایی از پشت سرم میشنیدم و وقتی برگشتم عفریت‌ها گله‌ای به هم نزدیک می شدن. تهمیش از همه جلوتر بود و لبخند خبیثانه‌ای به لب داشت. مثل فرمانده ها دست چپش رو بالا آورد و با 2 انگشتش به سمت من اشاره کرد و گفت نذارید از چنگتون فرار کنه. عفریت‌ها که چشم ماوی رو دور دیده بودن و حالا فضا براشون مهیا بود به سمتم حمله ور شدن. روی زمین نشستم و دستامو سپر سر و صورتم کردم. آماده مردن شده بودم و صدای پای عفریت‌ها روی زمین شبیه صدای سمهای گله اسب بود که به سمتم می اومد. فریادهای ترسناکی می کشیدن و صداشون مثل زوزه گرگ ها بود. کار خودم رو تمام شده می دیدم و داشتم اشهدم رو می خوندم که یک دفعه صداها خاموش شد. حتی صدای پاشون هم به گوشم نمی رسید. آروم سر بلند کردم و اطرافم رو نگاه کردم. عفریت‌ها دورم حلقه زده بودن و با نگاهی نفرت انگیز به هم خیره بودن. با ترس بهشون گفتم چرا منو نمی کشین؟ چرا وایسادین؟ یکی از عفریت‌ها زبون باز کرد و گفت دستور داریم جسمت رو سالم به رجب برسونیم. با عصبانیت گفتم مطمئن باش اگر من سالم برسم پیش رجب اون نمیتونه سالم و سر پا بمونه. همون لحظه تهمیش از ما بین جمعیت جلو اومد و گفت اونش رو دیگه رجب تصمیم میگیره. کت بسته بیاریدش. عفریت‌ها به هم نزدیک شدن و طناب بلندی توی دستشون بود. نفس عمیقی کشیدم و قمه یادگاری پدرم را از روی کمرم بیرون کشیدم. تیز و برنده بود و سنگ رو هم می شکافت. به سرعت دور خودم چرخیدم و به صورت یکی از عفریت‌ها ضربه زدم. از اونجایی که روحشون توی جسم انسانی گیر کرده بود فواره خون از صورتش بیرون ریخت. دستش رو روی صورتش گذاشت و نعره بلندی سر داد. در یک حرکت دیگه خنجر رو به سمت چپ چرخوندم و به یکی دیگه از عفریت‌ها هم ضربه زدم. اون هم کتفش رو گرفت و با ترس عقب گرد کرد. همه عفریت‌ها یک قدم عقب رفتن و مشخص بود که حسابی ترسیدن. یک بار دیگه قمه پدرم رو توی هوا چرخوندم و باز هم عفریت‌ها یک قدم عقب‌تر رفتن. اونجا فهمیدم که قمه هم مایه ترس عفریت‌ها شده و ظاهراً اونها تنها از مهره عقیق وحشت ندارن. تهمیش با خیال راحت چند قدم جلو اومد و گفت از اینکه با این عفریت‌ها توی یک قماش هستم برای خودم متاسفم. این که از یک خنجر اینجوری ترسیده و فرار میکنید مایه تأسفه. یکی از عفریت‌ها بادی به غبغب انداخت و گفت تو از قبیله خسروک ها هستی تهمیش. مثل ما عفریت‌ها نفرین انسان خیز نداری. ما عفریت‌ها نفرین شدیم که تا ابد برای انسان‌ها کار کنیم و برده اونها باشیم. به همین خاطر خیلی از انسان‌هایی که انرژی بالایی دارن باعث وحشت ما میشن و پدر سلیم هم یکی از اونها بود. انرژی اون عقیق توی این خنجر هم وجود داره. تهمیش پوزخندی زد و گفت پس بذار کارتون رو راحت کنم ترسوهای ناتوان. در یک لحظه جلوم ظاهر شد جوری که حتی نفهمیدم چجوری این اتفاق افتاد. خنجر رو از دستم قاپید و کمی توی هوا چرخوندش. خنجر رو به عفریت‌ها گرفت و گفت پس چرا من انرژی از این خنجر حس نمی کنم؟ و خنجر رو به دورترین نقطه ممکن پرتاب کرد و با لبخند مرموزی گفت حالا میتونید بگیریدش. عفریت‌ها که به خاطر زخمی شدنشون حسابی ازم نفرت داشتن به سمتم هجوم آوردن. سرم رو روی زمین گذاشتن و پاشون روی سرم گذاشته بودن. دستا و پاهام رو بستن و منو روی یه اسب انداختن و حتی دهنم رو با یه تکه پارچه بستن تا صدام در نیاد. همگی سوار اسب هاشون شدن و در جهت مخالف کاروانسرا شروع به حرکت کردن. تهمیش همونطور که در کنارم حرکت می کرد و افسار اسب منو توی دستش داشت گفت
زمانی که چشمم رو در آوردی قسم خوردم که زندگی رو برات سیاه کنم. بعد از اون انگار خدا رجب رو سر راه من قرار داد تا به وسیله اون بهت برسم. عصبانی بودم و سعی می کردم با دهان بسته صحبت کنم و صداهایی از خودم در می آوردم. تهمیش دهنم رو باز کرد و گفت چی میخوای بگی؟ توفی جلوی پاش انداختم و گفتم ای مردک دروغگو، اربابت رو بد جلوه دادی تا اعتماد من رو بخری و اینطوری منو فریب بدی. تهمیش قهقه زنان گفت عجب آدم نادانی بودی که حرفامو باور کردی. البته همه حرفهای من دروغ نبود. ارباب من اخبوس بعد از تهدیدهای حکیم الدین جرأت نکرد دیگه کار اشتباهی انجام بده و مثل طایفه زلال غلام حلقه به گوش حکیم الدین شد. ولی من نافرمانی کردم و دارم همونطوری که دلم میخواد زندگی میکنم. بهش گفتم چرا شما جنیان هم مثل انسانها رفتار میکنین؟ مگه قراره چه لذتی از این زندگی ببری که به خاطرش دست به چنین کارهایی میزنی؟ خنده روی لبش محو شد و چهرشو در هم کشید و گفت ای آدم نادان، درباره چیزی که نمیدونی اظهار نظر نکن. جنیان زندگی بهتری از انسانها دارن. خوراکی که ما میخوریم و سفرهایی که میریم رو شما به خواب هم ندیدین. حتی لباسهایی میپوشیم که در بازار شما انسانها پیدا نمیشه. همه اینها بهایی داره و هیچ کدوم رایگان نیست. زندگی ما با طول عمر بیشتر خیلی بهتر از زندگی کوتاه شما انسان هاست. سرمو پایین انداختم و حرفی نزدم. دروغ چرا؟ از اینکه بین این همه جن بدصورت و بدسیرت گیر کرده بودم میترسیدم. طایفه ای از اجنه که از لحاظ بدی زبان زد مردم بودن حالا من را دوره کرده بودن و داشتن منو کتبسته می بردن. کمی جلوتر به یک باری که راه رسیدیم که صخره‌های بلند اطرافش رو پوشیده بود. ناگهان رعد و برق عجیبی آسمون رو فرا گرفت و احساس کردم زمین شروع به لرزیدن کرد. اولش فکر کردم به خاطر تکونهای اسب خیالاتی شدم، اما وقتی تکه سنگی از روی صخره به سمت پایین پرتاب شد یقین پیدا کردم که زمین داره میلرزه. آسمانی که توی سیاهی شب با رعد و برق روشن شده بود شروع به باریدن کرد. بارون روی صورتم میخورد و احساس خوبی بهم میداد. ولی در کمال تعجب عفریت‌ها رو دیدم که ظاهرشون داشت تغییر میکرد. ناخن‌هاشون بلند و تیز میشد و گوش‌هاشون مثل گوش گرگ بیرون میزد. دندون‌های تیز نیششون از دو طرف فکشون بیرون زده بود. حتی تهمیش هم تغییر ظاهر داده بود و داشت متعجب به خودش نگاه میکرد. حالا جنها از قالب انسانی در اومده بودن و باطن واقعیشون مشخص شده بود. انگار خودشون هم توقع چنین تغییری رو نداشتن و بارون عجیبی که میبارید باعث این تغییر ظاهر شده بود. چون با هر قطره‌ای که بهشون برخورد میکرد یک قسمت از بدنشون دچار تغییر میشد. اسب‌ها شیهه میکشیدن و رم کرده بودن و من از روی اسب به پایین افتادم. وقتی که افتادم نگاهم به سم اسبم افتاد که از ناحیه ساق پا داشت دچار تغییر میشد. حالا با چشمهایی که از حدقه بیرون زده بود به اسب‌ها نگاه میکردم که ظاهری متفاوت داشتن. موهاشون سیاه و شلاقی شده بود و سمهاشون شبیه به پنجه عقاب. پوزه هاشون حسابی دراز شده بود و دندونهای تیز و برنده‌ای از فکشون بیرون زده بود. چشم هاشون سرخ شده بود و با هر شیهه‌ای که میکشیدن با ترس به این طرف و اون طرف میدویدن و عفریت ها نمیتونستن اونها رو کنترل کنن. همه جا آشوب شده بود و من در تکاپو بودم تا دست و پام رو باز کنم، اما تنابش اونقدر محکم بسته شده بود که حتی ذره‌ای تکون نخورد. یک دفعه نور روشنی توی آسمون پیچید، نوری تیز که چشمهای هممون رو اذیت میکرد، جوری که انگار خورشید از پشت صخره ها طلوع میکرد. بارون بند اومد و من همچنان سرم پایین بود. وقتی شدت نور کمتر شد سرم رو بالا آوردم و به روبرو نگاه کردم. در انتهای اون راه باریک شخصی بلند قامت با لباسی خاکی رنگ
که درخشندگی خاصی داشت قدم برمی داشت. عصایی توی دستش بود که با هر قدم اون عصا رو محکم به زمین می کوبید. قدمهاش اونقدر محکم و استوار بود که زمین زیر پاش ترک می خورد. کمی که جلوتر اومد دیدم حکیم الدینه. ظاهرش همون حکیم الدین همیشگی بود، اما ورودش با همیشه فرق داشت. مثل یک پادشاه بزرگ حرکت می کرد. روبروی عفریت‌ها ایستاد و عصاش رو محکم به زمین کوبید که باعث شد بار دیگه زمین به لرزه در بیاد، اما این بار فقط در حد چند ثانیه. ناگهان فریاد بلندی سر داد و گفت: ای نفرین شده های بدبخت، هنوزم دست از کارهای کثیفتون بر نمی دارید؟ تهمیش که از ترس به خودش می لرزید سریع خودشو جلوی پای حکیم الدین انداخت. در حالی که تعظیم کرده بود گفت: من را عفو کنید پادشاه بزرگ جنیان. حکیم الدین عصاشو روی سر تهمیش گذاشت و گفت: به خاطر نقض قوانین بین دنیاها به جهنم تبعید میشی. و دست چپش رو بالا برد و گفت: نگهبان جهنم ظاهر شو. همون لحظه افرا سمت چپ حکیم الدین ظاهر شد. اخماشو توی هم کشیده بود و چهره ترسناکی داشت. سرشو رو به جلو خم کرد و گفت: امر کنید پادشاه. حکیم الدین بار دیگه عصاشو روی سر تهمیش کوبید و گفت: این جن افسار گسیخته رو به جهنم تبعید کن. افرا انگار از خداش بود و سالها منتظر این لحظه بود. کش و قوسی به بدنش داد و گفت: امرتون رو به جا میارم پادشاه. در حالی که افرا داشت وردهای عجیبی زیر لب میخوند و از روی زمین بلند شده بود و ما بین هوا معلق بود، حکیم الدین حرکت کرد و به سمت عفریت‌ها رفت. فریاد بلندی کشید و گفت: شما عفریت‌های خائن، از روز ازل خیانتکار پا به این دنیا گذاشتید و تا به امروز درست نشدید. از بین عفریت‌ها یکیشون جلو اومد و گفت: ما ترسی از تو نداریم، ما هم مثل خودت قدرتمندیم. حکیم الدین اخم کرد و گفت: پس بذار قدرتت رو ببینم. اون عفریت به سمت حکیم الدین دوید و در یک لحظه شمشیری برنده توی دستش ظاهر شد. شمشیرشو بالا برد تا به فرق سر حکیم الدین بزنه، ولی قبل از این که به حکیم الدین برسه عصای حکیم الدین مثل رعد و برق به اون عفریت برخورد کرد و اون عفریت در حالی که نعره وحشتناکی کشید مثل دود توی هوا ناپدید شد. حکیم الدین به سمت عفریت ها رفت و عصاش رو بالا گرفت و گفت: نفر بعدی کیه؟ عفریت ها که ترسیده بودن به جهت مخالف فرار کردن و یکی یکی غیب می شدن. صدای افرا رو شنیدم که آخرین کلمه وردش رو به زبون آورد و با صدای بلندی فریاد زد: به جهنم تبعید شو ای جن شرور. و همون لحظه آتش بلندی دور تا دور تهمیش شعله ور شد. تهمیش توی اون آتش می سوخت و نعره زنان سعی داشت خودش رو خلاص کنه، اما تلاشش بیفایده بود و توی آتش سوخت و خاکستر شد. بعد از اون افرا دنباله لباسش رو تکون داد و بادی وزید و خاکسترها به هوا رفت. منم تمام مدت خشکم زده بود و با چشمهای متعجب بهشون نگاه می کردم. پر از سردرگمی و ترس و وحشت و امید بودم. حکیم الدین و افرا به سمتم اومدن. افرا دست و پام رو باز کرد و من از روی زمین بلند کرد. با ترس و لرز به حکیم الدین نگاه کردم و گفتم: ازت ممنونم که منو از دست این شیاطین نجات دادی. حکیم الدین لبخندی زد و گفت: تو برگزیده ما هستی. نمیشه که تو رو در چنگال این شیاطین رها کنم، ولی باید بیشتر از اینا حواست رو جمع کنی. بهت گفته بودم ماوی رو در کنار خودت نگه داری. حالا وقتشه که سامان رو پیدا کنیم. این ماجرا بیش از حدش طول کشیده. افرا به حکیم الدین نگاه کرد و گفت: یعنی وقتش شده؟ از ترسی که توی نگاه افرا بود من هم ترسیدم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: وقت چی شده؟
حکیم الدین عصاش رو به زمین کوبید و با صدای بلندی گفت: جنگ بزرگ بین افریت‌ها و قبیله ابوقامیش. وقتشه که جنزاده های خاک سفید و سرخ به جنگ با هم برن. هزاران سال قبل این نبرد پیش بینی شده بود، ولی انگار باید با دستهای تو رقم بخوره. ترسیده و حیران رو به حکیم الدین گفتم: منظورت چیه؟ چرا من؟ قدمی به جلو برداشت و رو به آسمون گفت: هزاران سال پیش وقتی که پدرم روی تخت پادشاهی قبیله ابوقامیش نشست، بهش فرمان داده شد تا افریت‌ها رو از روی زمین محو کنه. اما افریت‌ها حسابی پا گرفته بودن و به قدرت رسیده بودن و نبرد رو در رو جز خسارت چیزی برای ما نداشت. از اونجایی که افریت‌ها به نفرین انسانی دچار شده بودن و ارباب انسانی داشتن، بنابراین باید ما هم از یک انسان کمک می گرفتیم. مسیری که به همه افریت‌ها میرسه و میتونه به اون ارباب انسانی دست پیدا کنه فقط از یک انسان برمیاد. در این سالها هیچ انسانی با انرژی سازگار با اون سنگ پیدا نشد، تا اینکه اون شب به پدر تو برخورد کردم. اما روح پدرت در کالبد تو هم دمیده شده بود. حالا تو اون برگزیده هستی که باید نبرد رو به اتمام برسونی. کلافه سر تکون دادم و آهی کشیدم و گفتم: داشتیم زندگیمونو میکردیم. اگرچه زندگی ما رو رجب به کاممون زهر کرده بود و فکر میکردم کشتن رجب برای برگشتن آرامش ما کافی باشه. اگه میدونستم قرار وارد دنیای اجنه بشم و توی نبردهایی که حتی اسمشون هم به گوشم نخورده شرکت کنم، هیچ وقت پا توی این کاروان نفرین شده نمیذاشتم. و بعد به حکیم الدین نگاه کردم و گفتم: نمیتونم قبول کنم. مادر و برادری دارم که چشم انتظار من هستن. اهالی روستا منتظرن تا بهشون غلات برسونم. از اون گذشته توی مسیر دختری چشم رنگی دیدم و عاشقش شدم. نقشه کشیده بودم که موقع برگشت ازش خواستگاری کنم، ولی حالا توی تاریکی بیابون ایستادم و باید به جنگ اجنه شیطانی برم. توی همین مدت کم اتفاقاتی برام افتاده که اگر به کسی بگم از سرش دود بلند میشه. حتی اگر انسانی با یک جن برخورد کرده باشه، شاید در بچگی و یا توی کوچه پس کوچه ها در دل تاریکی دیده باشه، ولی حالا همون اجنه دست و پای منو میبندن و اسیرم میکنن. حکیم الدین که حسابی ناراحت شده بود گفت: اصلاً به این فکر کردی که چرا رجب تو رو زنده میخواد؟ افریت‌ها میتونستن به راحتی امشب کار تو رو تموم کنن، ولی دستور داشتن بدون اینکه خراشی روی بدنت بیفته تو رو به رجب تحویل بدن. سؤال حکیم الدین تبدیل شد به بزرگترین سؤال من. با اخم پرسیدم: اگر دلیلش رو میدونی به هم بگو. دستش رو روی شونم گذاشت و گفت: به خاطر اینکه تو تنها کسی هستی که میتونی رجب رو به اون انگشتر عقیق برسونی. تنها تو میتونی اون مهره رو از لای دندون اسب بیرون بکشی و اون رو دو دستی به رجب تحویل بدی. ازش پرسیدم: ولی تو گفتی بجز من و پدرم کسی تاب و توان حمل اون انگشتر رو نداره. حکیم الدین سری به نشونه تایید تکون داد و گفت: کاملا درسته، ولی تا زمانی که اون انگشتر رو با میل و رضایت خودت بهشون ندی. اگر اون سنگ عقیق با میل خودت و خوندن وردی خاص به دست هر کسی بیفته، صاحب قدرتی بیکران میشه. رجب میتونه با استفاده از اون انگشتر نه تنها قبیله افریت‌ها بلکه تمام قبایل شیطانی رو کنترل کنه. حتی میتونه جلوی حمله ما به اون قبایل رو بگیره. حکیم الدین به افرا نگاه کرد و گفت: خودت بهش بگو چرا خواهان اون مهره عقیق بودی؟ افرا سر پایین انداخت و گفت: شرمسارم پادشاه، اما میگم. و بعد سرشو به سمت من چرخوند و با چشمهایی که شبیه چشم مار بودن به هم خیره شد و گفت:
اگر تو اون مهره رو با رضایت خودت و خوندن وردی خاص به هم میدادی، در واقع اجازه استفاده من از اون مهره رو صادر می کردی. اون انگشتر فقط با تو سازگاری داره و حتی جن قدرتمندی مثل حکیم الدین نمیتونه اون عقیق رو به من واگذار کنه. آخه اون انگشتر منو به پادشاه جنیان تبدیل میکنه و قدرتهای زیادی بهم میده. با وجود اون میتونم هر قبیله رو نابود کنم و هر قبیله رو تحت سلطه خودم در بیارم. اگر من اون انگشتر رو داشته باشم، به راحتی قبیله خسروک ها به سمتم میان و سعی میکنن تحت سلطه من باشن، چرا که جنگیدن با من براشون زیان آوره. حالا فرض کن یک انسان طمعکار مثل رجب اون انگشتر رو به دست بیاره. به راحتی میتونه دنیای انسان ها و حتی جنیان رو به هم بریزه و زندگی ها رو نابود کنه. حکیم الدین دستشو بالا آورد و گفت دیگه کافیه افرا، حالا میتونی بری. افرا جلوی حکیم الدین تعظیم کرد و گفت ممنونم از این که امشب من رو قابل دونستید تا در کنارتون بجنگم. و بعد به من نگاه کرد و گفت تصمیم درست رو بگیر سلیم. و در چشم به هم زدنی غیبش زد. دیگه به دیدن این چیزها عادت کرده بودم. حکیم الدین دستشو توی هوا چرخوند و گفت در هر صورت اگر رجب اون انگشتر رو به دست بیاره تو رو زنده نمیذاره. حالا چه جور مردنی رو انتخاب میکنی؟ بهتر نیست که در مسیر نجات دادن خانه و خانوادت بمیری؟ به حکیم الدین نگاه کردم و گفتم اگر بهای نجات همه ریختن خون من باشه قبول میکنم و نمیذارم که اون مهره به دست امثال رجب بیفته. حکیم الدین نگاهم کرد و گفت میدونستم که تو بی خود انتخاب نشدی. ازش پرسیدم حالا باید چی کار کنم؟ حکیم الدین گفت اول از همه باید سراغ یکی از قبایل جنیان بریم که از دانش و اطلاعات زیادشون برخوردار بشیم. اونها توانایی پیدا کردن هر انسان و یا هر جنی رو دارن. باید سامان رو پیدا کنیم و بفهمیم اسبت رو به رجب رسونده یا نه. با سر تایید کردم و گفتم هر کاری بگی انجام میدم، اما کاروان چی میشه؟ نمیشه که همینجوری به امون خدا ولشون کنم. اگه این رجب بیشرف بهشون حمله کنه چی؟ حکیم الدین نگاهی به عصای توی دستش انداخت و گفت برای اونا هم فکرهایی دارم. و عصاشو توی هوا چرخوند و یه دایره نورانی به وجود اومد. با صدای بلندی گفت هیرا و هیوا در محضر من حاضر شید. همون لحظه 2 نفر ظاهر شدن. حکیم الدین عصاشو روی زمین کوبید و گفت خوش اومدین. اون 2 نفر که یکی زن و یکی مرد بود روبروی حکیم الدین تعظیم کردن و گفتن از دیدن شما خوشحالیم پادشاه. حکیم الدین با لبخند گفت قبیله ابوقامیش شما رو به زبر و زرنگیتون میشناسن. میخوام به کاروان کدخدا عبدالحسین در جنوب سر بزنید و از احوالشون جویا بشید و به هم خبر بدید. از این لحظه تا زمانی که اون کاروان به مقصدش برسه شما وظیفه نگهبانی از اونها رو دارید. حتی به قیمت جونتون نباید بذارید هیچ انس یا جنی بهشون آسیبی برسونه. هیرا و هیوا که بعداً فهمیدم زن و شوهر هستن دوباره تعظیم کردن و با دستور حکیم الدین به سمت کاروانسرا راه افتادن. متعجب به رفتنشون نگاه کردم و رو به حکیم الدین گفتم چه عجب که اینها راه میرن. فکر کردم قرار اینا هم یهویی غیب بشن. حکیم الدین خندید و گفت آره راه میرن، چون تو باید همراهشون بری. من که فکر می کردم باید با حکیم الدین برای جنگ بریم، با تعجب نگاهش کردم که گفت برو و از همه خداحافظی کن، چون یک دفعه غیب شدنت به صلاحشون نیست. از کاروان که جدا شدی کنار همین صخره منتظر باش تا با هم این مسیر رو شروع کنیم.
لبخندی افتخارآمیز زدم و چشمی گفتم و سریعاً به سمت هیرا و هیوا دویدم. پای پیاده تا کاروانسرا 2 ساعتی راه بود و هوا داشت روشن می شد. کمرم هنوز درد می کرد و آخرای مسیر بودیم و می لنگیدم. کل مسیر به حرفهای بامزه اونها می خندیدم و حتی فکرشم نمی کردم که روزی با اجنه هم قدم بشم و بگم و بخندم. وقتی به کاروانسرا رسیدیم همه کم کم داشتن بیدار می شدن. هیرا و هیوا از من دور شدن و توی حاله از تاریکی غیب شدن. با تعجب نگاهشون می کردم و تو دلم گفتم اگه غیب نمی شدن دیگه واقعا تعجب می کردم. سمت کاروانسرا رفتم و قبل از اینکه کسی متوجه نبودنم بشه روی نمد کف اتاق دراز کشیدم. همین که چشمام رو بستم حسن از خواب پرید و اومد بالای سرم. تکونم داد و گفت بیدار شو سلیم، وقت نمازه. یه چشمی بهش نگاه کردم و گفتم تو برو، من الان بیدار میشم. به حدی خسته بودم و خوابم می اومد که به زور چشمامو باز نگه داشته بودم. به سختی بلند شدم و کنار بقیه وضو گرفتم و نمازمو که خوندم رفتم سراغ کت خدا. دروغ‌هایی که آماده کرده بودم رو تحویلش دادم و بهش گفتم دیشب باز هم اسبم گم شده و حس میکنم این بار هم کار سامان باشه. همه جا رو به دنبالش گشتم اما خبری ازش نیست و ماوی هم اسبی نیست که سرشو بندازه پایین و بره. میخوام یه اسب ازتون قرض بگیرم و برم دنبالش. شما هم کاروان رو از همون مسیری که اومدین برگردونین. کت خدا با نگرانی گفت یعنی همینجا ولت کنیم و بریم؟ سری به نشونه منفی تکون دادم و گفتم خیالت راحت، هر وقت ماوی رو پیدا کنم خودم میام سراغتون. حسن خیلی اصرار داشت که همراهیم کنه اما اجازه ندادم. رستم هم مدام من رو سرزنش میکرد و میگفت مادرت تو رو به من سپرده، حداقل بذار من همراهیت کنم. دستی روی شونه رستم گذاشتم و گفتم باید این کاروان و زن و بچه ها رو سالم به یزد برسونی و بار و غلاتی که تهیه کردیم رو به مهریز برسونی. ازشون خداحافظی کردم و در مقابل چهره های درهم و نگرانشون سوار یکی از اسب ها شدم و به سمت صخره ها رفتم. از کاروانسرا که دور شدم چشمم به هیرا و هیوا افتاد که گوشه ای ایستاده بودن و با لبخند به هم نگاه می کردن. مسیر طولانی دیشب حالا که سوار اسب بودم کوتاه شده بود. وقتی به صخره ها رسیدم ایستادم و چند دقیقه بعد حکیم الدین پشت سرم ظاهر شد. اسممو صدا کرد و وقتی برگشتم و دیدمش خوشحال شدم. اولین بار بود که حکیم الدین رو سوار بر اسب می دیدم. اسبی سفید با یالهای بلند داشت که زیبایی چشمگیرش من رو حسابی به وجد آورده بود. کنارم ایستاد و دستی به یال اسبش کشید و گفت اسب من هم اسمش ماویه. وقت حرکت سلیم، برای این مسیر سخت آماده ای؟ سر تکون دادم و گفتم من از روزی که پا توی این مسیر گذاشتم برای سرنوشتم آماده بودم. بریم که شر رجب و اون افریت‌ها رو از سر مردم مظلوم کم کنیم. حرکت کردیم و در حالی که رو به جلو می رفتیم نگاهی به آسمون انداختم و توی دلم گفتم هر چقدر هم تلاش کنم مقابله با سرنوشتم بیفایده است. باید سرنوشتم رو بپذیرم و مسیری که خدا برام نوشته رو ادامه بدم. خب دوستان، به پایان فصل 2 رسیدیم و ادامه این داستان رو به زودی در فصل 3 بشنوید. انتقاد و پیشنهادتون رو در کامنت ها با ما در میون بذارید و برای حمایت از ما کافی است این ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدارتون.